سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به جلسه پنجم از مینی دورمون. توی این جلسه ما میخوایم که عملاً ببینیم که چیکار باید بکنیم واسه فیلمبرداری و عکاسی. البته تصمیمی که من گرفتم، حالا واسه فیلمبرداری ما از گوشی استفاده میکنیم، واسه عکاسی محصول از خود دوربین حرفه‌ای. و الان دوستم امیر اکتور ماست، میاد یه سری حرکات رو اینجا انجام میده و ما اونا رو با گوشی فیلم برداری میکنیم. مدل گوشیمون هم پوکو ایکس پرو 3 X3S Pro. مدل گوشیمون هم پوکو X3 Pro. خب بیا بچه ها، صحنه اولمون اینه که کاراکتر میاد کنار میز. خب بعدش چراغ رو روشن میکنه، شارژر رو برمیداره و دوربین رو شارژ میکنه. حالا مراحلش اینه. پس من نور رو یه دونه نور اینجا گذاشتم چون دوربین موبایل احتمالاً نویز بندازه، یکم نویزش رو کمتر کنه نور ثابت ما. بعدش هم که اون رو روشن میکنیم دیگه نور به حد کافی هست که حالا یه کیفیت خوبی داشته باشیم. خب بیا خاموشش کن، روشن. سه بگیر بردار. بذار زوریه. اوکی مرسی. سب آها بلسه. خب حرکت بعدی اینه که از دور این شارژ شد و ما خب بچه ها، همونطور که دیدین این از فیلم برداری. این کار خیلی ساده ایه. تنها چیزی که داره توی یعنی روش تفکر شما و روش اون چی میگن تصویرسازی شماست. اینی که چجوری تصور کنی که من این صحنه رو میخوام چجوری ببینم. مطمئنا از این خیلی بهتر هم میشه کار کرد. مثلا فرض کن از دوربین حرفه‌ای استفاده میکردیم، کیفیت تصویرمون بهتر بود، کنترلمون بیشتر بود. حتی مثلا استابلایزر واسه این هم استفاده کنی که خیلی دیگه دستت باز باشه. ما سعی کردیم یه ساده ترین روشش رو به شما نشون بدیم که شما از اون سادهه بریم به بهتره. خوش اومدیم به قسمت دوم. توی این قسمت من میخوام که عکاسی صنعتی انجام بدم با دوربین حرفه‌ای. ببین همین کارا رو با نور ثابت و دوربین موبایل هم میشه انجام داد. یعنی خیلی تفاوتی نیست. یه ذره تنظیمات رو بلد باشین، یه ذره دوره رو خوب نگاه کرده باشین، کاملا متوجه میشین که چیکار باید بکنید. نور ثابت که نداریم ما اینجا از فلاش استفاده میکنیم واسه عکاسی. من 2 تا فلاش گذاشتم، سومی رو فعلا فعالش نکردم چون که نیازی ندیدم. به نظرم یه تصویر تختم داشته باشیم کافیه. و بعضا نور از بک هم میخوایم که فلاش بک رو روشن میکنیم. 2 تا نورن تقریبا توی 1 درجه. خب
یعنی توی آخرین حالت خودشون. خب حالا من همون دوتا رو به سمت سوژم روی میز عکاسیم که کاملا بک سفیدی داره گذاشتم. ما فرض میکنیم که این یه محصوله، مثلا شما میخواین اینو بفروشین، حالا با گوشی یا هر چیزی میخواین ازش عکس بگیرین. علت این که از نور فلاش داریم استفاده میکنیم، خلاصه کیفیت عکسمون توی این حالت خیلی بهتره، خیلی واضح‌تر. و از طرفی هم نور فلاش یه چیزی رو شاید هنوز شما ندونین، یعنی فلاش یه دونه رادیو فلش داره. رادیو فلش چیه؟ همینیه که سر اینه. وقتی من دکمه شات رو میزنم، خب این یه سیگنالی ارسال میکنه به اینا که دستگاهش اینجاست و به این فلاش هم میگه که نور رو پرتاب کن و زمانیه که باید نور رو پرتاب کن. حالا همونم اینو میبینه و اونم همزمان میشه با این، یعنی اینا با هم سینکن. پس ما اینجوری یه ارتباطی بین اینا داریم. خب همه چیز اوکیه، میرسیم به تنظیمات دوربین روی حالت عکاسیه دیده میشه. خب روی حالت عکاسی ما سرعت شاترمون روی 125، دیافراگم رو میارم روی 10 حالا فعلا، و آیسوم روی 50 نه 64. توی دوربینای بدون آینه ما توی منو یه قسمتی داریم به اسم شوتینگ دیسپلی. اینجا یه لایو ویو هست. من لایو ویو افکتش رو که آنه آف میکنم، اینجوری دیگه تصویرم سیاه نیست مثل قبل. خب حالا عکسم رو از روبرو فوکوس میکنم و یه دونه میگیرم. یه چیزی هم در مورد لنز بهتون بگم. خب دوربین رو ما میدونیم آلفا 7 مارک 4 دوربین من. حالا هر دوربینی میتونه باشه، هر دوربینی میتونه این کارو واسه من انجام بده، ولی لنزی که استفاده میکنیم هم مهمه. لنزی که من اینجا دارم 90 ماکروه. خب 90 ماکرو واسه عکاسی صنعتی خیلی عالیه. من اگه یه لنز 50 داشتم نمیتونستم کادرم رو از اینجا ببندم، باید میومدم اینجا و کلی هم فضای اضافه داشتم. الان یه تستش بکنیم. میام از این زاویه میگیرم. تفاوت فاصله رو میبینید؟ این فاصله که تقریباً 2 برابر دورتره، توی کیفیت عکستون، توی تعداد پیکسلی که شامل سوژه‌تون شده تأثیر داره. یعنی نور نیاز به تنظیم دیگه ای نداره. الان تنظیمات اف و دیافراگم همه چیز اوکیه. شاتر ثابته، یعنی نمیتونی مثلا بیاری شاتر رو بذاری 320، اصلا همچین چیزی نداریم، چون که اینا نمیرسن. و آیسو هم که باید 100 یا حالا پایین ترش باشه. فقط دیافراگمه که دیافراگممون هم روی 10 و واسه این صحنه اوکی. ببین مثلا من بیام نور این رو خیلی ضعیفش کنم، خب عکسم سایه دار بشه. خب این عکسیه که به ما میده 3 بعدی میشه، سایه دار میشه. توی قسمت قبلا بهتون گفتم در مورد نور پردازی. اگه بخواین یه همچین عکسی هم داشته باشین، خلاصه یه دونه نور رو ضعیف‌ترش میکنین. اگر هم نیاز باشه که حالا سوژه من مشکی نیست، یه چیز کاملا روشنیه، نیاز به نور زیادی نداره که واسه نشوندنش. مثلا اگه مشکی بود شاید نیاز بود که از بک یه نوری بدیم، شاید اصلا بک‌گراندمون لازم بود مشکی باشه. حالا توی حالت‌هایی بعضا لازم میشه، ولی اصولش همین بک‌گراند سفیده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. شما خلاصه عملاً دیدین که چجوری یک کلیپ و یه عکاسی صنعتی رو میتونیم انجام بدیم که بخش بعدی میبینمتون.